بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 50 کتاب رسیدیم که تعلیم العربیه للناطقین بغیرها. نام کتاب است تعلیم عربی للناطقین بغیرها. صفحه 50. الدرس بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس السادس، درس ششم، مراجعه. اینجا مراجعه یعنی دوباره مراجعه امو درس های چی؟ گذشته. امی یک بخش مکملی که ما شما خواندیم 5 درس. در درس ششم از این بخش اوله چی میکنن؟ دوباره مراجعه، رجوع یا تکرار که میکنن. چی میگن؟ امو درس ها را کلماتش تکرار میکنیم. التدریب الاول، اینجا کلش تمرینات است دیگه. صندوق، چی را میگفت صندوق؟ صندوق کارتن یا صندوقه. و بطاطس خوانده بودیم که بطاطس چی را میگفتن؟ بطاطس کچالو. سیارات چی را میگفتن؟ شما باید شاگردا خودتان جواب بگوین. سیارات جمع چی است؟ جمع سیاره یعنی موترها. و دجاج مرغ میگفت. یا کلشان اسم بودن. اینال فعل می براتان میگه یسعدو. یسعدو چی است؟ فعل است. چی بنا؟ بالا می شود دیگه. طماطم بگوین شاگردا. طماطم چی را میگفتن؟ کچالو. فستان، آفرین، پیراهن خانم ها، پیراهن زنانه را فستان میگن. خب دجاج ماکیان، آفرین. رخصه مثلا رخصت القیاده. اما کارت چی را؟ کارت دریوری که ما شما لایسنس میگیم رخصه. اگر تنها رخصه بگویم باز یعنی اجازه نامه دیگه. اجازه هر چیز رخصه، اجازه نامه. باز بطاطس چی بود؟ بطاطس باز هم چی است؟ باذنجان رومی. خب سیاره موتر یخرج و خارج میشه. و بصله و خریطه چی بود؟ نقشه. و سیارات باز هم موترها. جزار قصاب. صندوق فهمیدین که صندوق هم میگه. و بطاقه کارت. اشاره هم ما شما هم دادری اشاره میگیم، اشارت المرور وقتی که میگن. و دراجه بایسیکل. التدریب الثاني، سوق صندوق فستان بصلة. اینا در تدریب دوم. سوق بازار، صندوق چی است؟ صندوق کارتن. و فستان پیراهن. و بصله همون چیزی که به حسابای بانکی بود. چی بود؟ من هم فراموش کردم. کرسی، چوکی. قلم، خب قلم هم میگن یکتبو نوشته میکنن. و یقرأ قرائت میکنن. تفاح خوانده بودیم که سیب میگن. و طماطم بسیار همو بخیلم بانجان رومی رو خوش داری زیاد استعمال میکنه. طماطم، بانجان رومی. برتقال ما و شما چی میگیم؟ کینو یا مالته. و بطاقه کارت. شمال، راست طرف شمال میگن. راست یعنی جزار قصاب. و یشرب می نوشه. و یجری میدوه. التدریب الثالث، تمرین سومی. ما و شما خوانده بودیم که احمر رنگ سرخ میگن. اشاره را میگن. و ارز، برنج، بکر نام یک پسر است. و بطاقه کارت. برتقال، مالته، موز، کیله و مستره، خطکش و مدرس استاد. التدریب الرابع، بکر یأکل التفاح. بکر سیب میخورد. یک درس خوانیم. المدرس یکتب علی السبوره. استاد بالای تخته نوشته میکنه. و بکر یأکل الطماطم. بکر باذنجان رومی میخوره. و المدرس یجلس علی الکرسی. معلم بالای چوکی نشسته یا می نشیند. الکتاب فوق الکرسی. کتاب بالای
چوکی هست و المدرس یکتب علی السبوره و معلم بالای تخته نوشته میکنه. بکر یأکل التفاح، بکر تفاح یا سیب میخورد و القلم علی المکتب، قلم بالای میز است. التدریب الخامس، تمرین پنجم، شکل نوشتن است که شما باید نوشته خوب شه یاد بگیرین که احمر چه قسم نوشته میکنین. الف ح میم ر، سرخ یأکل میخورد، یقرأ می نوشد، حذا بوت، لحوم جمع لحم یعنی گوشت ها، تفاح سیب، قلم و حقیبه بکس و فوق بالای. این درست نوشته بکنین. التدریب السادس، تمرین ششم، فی السوق لحوم و دجاج و سمک. در بازار چی است؟ در بازار گوشت است و دجاج مرغ است و سمک چی است. این حال شما دجاج مرغ است و سمک ماهی است. این حال شما میشه بگوین که فی المکتبه کتبون، تو یک جمله جور بکنین مثلا فی السوق در بازار در مارکت. اما ما میگیم مثلا فی المسجد، شما اگه در مسجد باشین چی میگیم؟ فی المسجد امام مسجد است و مؤذن و کسی که آذان میده او هست و مصلون و نمازگزارا هست. یا مثلا میگین فی المدرسه در مکتب چی هست؟ شما میگین فی المدرسه کتاب و قلم و تلمیز و معلم. این قسم آسان جمله جور کنید. فقط فی السوق در مارکت، این حال شما میدونید بگین که در بازار مثلا در مارکت خود دیده. این حال میگین در مسجد چی است؟ شما میگین فی المسجد امام، در مسجد امام است و مؤذن و مؤذن است و مصلون نمازخوان ها هستند. به قسم یعنی فی الطریق در چی است؟ مثلا شما جور نشته میگین فی الطریق در راه، فی الطریق ولد و بنت، در راه مثلا پسر است و بنت و دختر است. این قسم جملات جور میکنین و بخش اول ختم شد و انشاءالله در آینده الوحده ثانی یا دومی را خواهد خواندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.